بسم الله الرحمن الرحیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. جلال المآب رئیس صاحب اجراییه، جلال المآب معاون صاحب رئیس جمهور، جلال المآب وزیر امور داخله، معین صاحبان، جنرالان، عسکران و افسران دلی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست ایجاد حکومت اتحاد ملی و تعیین زعامت کشور را به شما پولیسان عزیز، اردوی عزیز و امنیت ملی کشور تبریک عرض می‌دارم و همچنان مسئولیتی عظیمی که به جناب وزیر امور داخله سپاریده شده است برای ایشان تبریک عرض می‌دارم. بعد رحمت خداوند بر شما عسکران و افسران دلیر افغانستان، بر شما عسکران همیشه بیدار، پاسبانان وطن و پاسداران عزت مردم و نگهداران فرهنگ والای افغانستان که جانهای شیرینتان را فدای تاریخ پر افتخاری وطن میکنید. سنگر به سنگر میرسید، خون میدهید، جان میبازید، اما اسارت را نمیپذیرید. آفرین، آفرین بر شما رستم صفتان دلیر که لباس همت و عزت و غیرت را بر تن کرده اید و به خاطر آزادی و ناموس وطن جان را به جانان میسپارید. سربازم، سربازم و سر میبازم و تنم را نمیبازم. خون میدهم و جان میبازم، کفنم را نمیبازم. حفظ دین و خاک کار من و پاسبانی آن شعار من. تسلیم به زور و زر نمیشوم، سخنم را نمیبازم. تاریخ گویای حقیقت است که گذشتگان ما پهلوانان دوران بودند که زورگویان وقت و امپراتوران دوران را به زانو در آوردند. شما عسکران و افسران امروز فرزندان همان دلیر مردان دیروز هستید. افتخاراتتان به خطی زرین نوشته شده است. اگر ما توپتان نداریم پس خدا و ایمان داریم. سیاهی لشکر نیاید بکار، صد مرد جنگی به 100,000. هیچگاه تکیه به قوتی دیگران نگذارید، بلکه تکیه به خداوند و قوتی خود داشته باشید. زهر است عطایی که هر چندی دوا باشد، حاجت ز کی می‌طلبی جایی که خدا باشد. همت شما، شهامت شما، غیرتتان، قوتتان تاریخ ساز است، ملت ساز است، وطن ساز است و فرهنگ ساز است. مردمتان باورمندند که شما هیچگاهی اسیری زورگویان نمیشوید، هیچگاه آزادی را به زور و سر نمیفروشید،
هیچگاه بیرقی پر افتخار ملکتان را به زمین نمیگذارید. هیچگاه به نفاق تندم نمیدهید. شما میدانید که همسایه های بیگانه 30 سال است که از هر سوراخی مردمتان را نیش خلیده و زهر میپاشانند و به قتل و کشتار ما افغانها آستین برزدند. مگر نمیدانند که خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت؟ دیده باشی لکه های دامن قصاب را. مردمتان میدانند که شما دور از آغوش پر مهر خانواده ایتان در سنگرهای داغ نبرد شبها را روز و روزها را شب میکنید. ما مدیون هستیم، مدیونی بیخوابی هایتان، مدیونی خون دادن هایتان، مدیون آزادی خواهی هایتان، مدیون عشقتان به خداوند، به وطن، به وظیفه و مدیون آن تیر و نیزه و شمشیرتان که سینی مداخله‌گران را چاک می‌سازد. مردم با شماست و شما با مردم. وطن را دوست بدارید. پیام ما کودکان به رئیس صاحب جمهور، رئیس صاحب اجرایه و اعضای حکومت اتحاد ملی این است که گذشته تاریخ عبرت است. مردمتان خسته شده‌اند، خسته از جنگ، خسته از گیروداری‌های سیاسی، خسته از انتحار و انفجار، خسته از بی‌امنی و بی‌نظمی، خسته از مداخله بیرون مرزی‌ها. صبر مردم لبریز شده است. امیدواریم هر دو داکر توانا شوید و درد مردمتان را درمان کنید و کشتی ورشکسته کاروان مظلومان را به سرمنزل مقصود برسانید. و پیامی عذرانه و معصومانه به کسانی که درگیر جنگ هستند این است که ای هموطن ز روی چی ما گفتگو کنیم؟ تا چند به خون همدیگری خود وضو کنیم؟ هر دست به خون هموطنی سرخ میزند. تا چند به آب دیده و خون شستشو کنیم؟ 6 سالها ز جنگ بیگانه ها سود میبرند. برخیز که راه صلح و سلام جستجو کنیم. دایم تو خار بر دلی هر کس خلیده ایم. سوزن شویم و چاک دلی را رفو کنیم. تشکر.